همگان میدانیم که زکات از رکن سیوم اسلام می باشد و هر نفری مسلمان وقتی مالش به نصاب رسید یا به 85 گرم طلا رسید که کمی درباره‌اش صحبت میکنیم کمی بعد، باید 2.5% آن را به کمبغلان و محتاجان بدهد. و هر نفری که این را انکار میکند کلا زکات را قبول ندارد و میگوید من زکات چیز را نمیشناسم و نمیدانم و قبولش ندارم، او در نزد تمام علما از دین خارج میشود، چون رکن اسلام را قبول نکرده ایستاده است. اما آنهایی که نمیدهند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ما منع قوم از زکات الا ابتلاهم الله بالسنین. قوم اگر زکات را منع کند، پروردگار، حدیث در طبرانی هست، پروردگار آنها را ابتلا میکند یا به آنها بلای سنین را میفرستد. سنین به معنای گرسنگی و خشکی می باشد. یعنی هر قومی که زکات مال خود را نمیدانند آماده باشند که بالای آنها فقر، حتی گرسنگی می آید، تا اندازه فقیر می شوند که گرسنگی بالای سر آنها می آید و به آن قوم باران نمی بارد. در حدیث دیگر آمده است که اگر به خاطر رحم حیوان ها پروردگار باران نفرستد، به آنها یگان قطره آب از آسمان نمی آید. یعنی جزای نفران زکات ندهنده در همین دنیا الکی فقر است که باید از الله بترسید. اما در آخرت باشد، پروردگار در سوره توبه میگوید، آیت 34 و 35 است، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. آنهایی که طلا و نقره را ذخیره میکنند و از آن در راه الله صدقه نمیکنند یا زکات نمیدهند، آنها را مژده بده از عذاب دردناک. یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. روزی که آن پلهای آنها به آتش تبدیل می شود، گداخته می شود و با همان پلهایشان که به آتش تبدیل شد آنها را درزمال کرده می شود، هم از چهره هایشان، هم از پشتشان، هم از پهلویشان. یعنی با مالشان آنها را می سوزانند، مال آنها به قطعه های آتش تبدیل می شود و به آنها فرشته ها می گویند بچشید درد همان پلهایی که خودتان کنز می کردید، یعنی ذخیرش می کردید و زکات آن را نمی دادید. و عزیزان، حدیث در بخاری هم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند آنهایی که در دنیا پول و مال دارند جمع میکنند اما صدقه زکات، علل خصوص زکات که فرض است نمیدهند، روز قیامت مال آنها یا گفتیم پولهای جمع کرده آنها به یک ماری بزرگ تبدیل می شود که ماری پیر است، زهرناک است، از زیادی زهرش موی ندارد، بالای چشمهایش دخال دارد و او به گردن همان انسان می پیچد و با دهانش او را می گیرد و من مال تو هستم، من همان ثروت تو هستم که تو مرا جمع کرده بودی میگوید. و پناه به الله که آنهایی که پول جمع میکنند و زکات نمیدهند بدانند که همون مار خود را، ماری که در آخرت به گردن آنها میپیچد، دارند روز از روز بزرگتر میکنند.